غزال نایت رسوای عالم شد. افشای رازهای جدید و باور نکردنی غزال نایت و تهمت وی بر نظیر خارا. غزال نایت در کدام کشور زندگی می کند؟ درآمد وی از آخرین کنسرتش چی مقدار پول بوده است؟ رازهای ناگفته و جنجالی غزال نایت فاش شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. غزال نایت یکی از هنرمندان جوان با استعداد و یکی از هنرمندان موفق در هنر موسیقی افغانستان. وی بعد از آن که نزد استاد نظیر خارا شاگردی کرد و چندین آهنگ ساخت، شهرت و محبوبیت بسزایی کسب کرد. غزال نایت از همان جوانی علاقه فراوانی به سرودن آهنگ داشت، ولی در افغانستان کاملا به طور پنهانی به این هنر آغاز کرد. اما بعد از آن که غزال نایت به کانادا سفر کرد، در کشور کانادا به طور مسلکی شروع به سرودن آهنگ کرد. تازه غزال نایت کنسرت در کشور انگلستان شهر زیبای لندن برگزار کرد. در این کنسرت غزال نایت کاملا تقلید آشکارا از آریانا سعید داشته است. وی در این کنسرت نظیر خارا را استادش خطاب نکرده است و بیان کرده فقط من با نظیر خارا چندین آهنگ سرودم، که مورد نقد گسترده علاقمندان و طرفداران صدایش قرار گرفته است. غزال نایت در کانادا زندگی می کند، ولی گاهی در دبی و ترکیه هم زندگی می کند به خاطر کارهای هنریش. وی همیشه آهنگهایش مورد نقد شدید قرار گرفته است و دوستداران و طرفداران غزال نایت هر روز کاسته می شود. ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند از بارگاه عزت الله یزال استدعا دارم. در نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان غزال نایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.